پایان یک رقابت نفسگیر میان دو تیم فاینالیست در قریه چقرقشلاق ولایت کندوز. این مسابقات که از سوی جوانان قریه چقرقشلاق و در تبانی با ریاست تربیت بدنی و ورزش این ولایت برگزار گردیده بود، تیم‌های چقرقشلاق و کوبهی به فاینال این مسابقات راه یافتند و سرانجام تیم فوتبال جوانان چقرقشلاق قهرمان و تیم جوانان کوبهی نایب قهرمان این دور تورنمنت فوتبال شناخته شدند. تورنمنت فوتبال که میان 8 تیم از طرف مردم ورزش دوست، مردم حامی ورزش که عبارت از مردم چقرقشلاق می باشه برگزار شده بود. میان 8 تیم که در فاینالش تیم چقرقشلاق و تیم کوبهی، مبارزان کوبهی راه یافته بودند. در این ارتباط ما گرفته بودیم تورنمنت و جوانان ما به ورزش رو بیاورند، رشد بکنند در قسمت ورزش، در آینده ها بتوانند که از طریق ورزش جهت فرا گرفتن علم دانش هم تلاش کوشش بکنند. در همین حال ورزشکارانی که در این رقابت ها اشتراک کرده اند بابت برگزاری این مسابقات قدردانی نموده بر حمایت و تشویق ورزشکاران تاکید میکنند. این یک دلخوشی، یک دستگیری از ورزشکاران میشه. همچون تورنمنت ها میتونه خیلی زمینهای خوبی را برای ورزشکاران مساعد بسازه. از سوی دیگر تماشاچیان و علاقمندان فوتبال از راه اندازی همچو برنامه‌های ورزشی خوشنود به نظر رسیده و برگزاری این تورنمنت ها را باعث رشد رشته‌های ورزشی و تشویق جوانان به ورزش عنوان می‌کنند. ما به نمایندگی از مردم چقرقشلاق و جوانان چقرقشلاق این بازی را به فال نیک میگیریم. دیگه همچون بازی ها باعث وحدت و همبستگی و اتحاد اتفاق مردم نشان میده. این مسابقات فوتبال در حال راه اندازی شده است که طی ماه‌های اخیر کندوز و کندوزیان همواره شاهد برگزاری مسابقات جالب ورزشی در رشته‌های مختلف بوده.